یه تیکه شده یه تیکه شده تو فقط باید بده خودمون یه تیکه نه واقعا همیشه تو ذهنم بود که مثلا به فرد میپرسن که این داستان برای چی، شعر مثلا برای چی، این هنر، این شکلش. به خدا اولین بار که حالا تو فیلم دیدم، حالا که اینجا دیدم، میگم اگه هنر برای همین، یعنی این برای چی؟ این برای چی الان؟ نه واقعا این برای چی؟ هم داستانم برای همین، یعنی شعرم انگار برای همین، یعنی واقعا ذهنیتم این بوده. هنر برای باغ سنگی. باغ سنگی میگم این برای چی؟ اگه این برای چی شما جوابش آوردی، داستانم برای چی؟ شعرم برای چی؟ و وقتی فکر کنی این وسط یه بیابونی و بغل یه بزرگراه، بزرگراه مثلا. حالا ببین من داشتم که مسیرم که می اومدیم میگفتم من در مورد این باغ به طور خاص یه حس شخصی خوب دارم، کشفش، و اونم اینه که واقعا کشفش کردیم. یعنی مخصوصا احمدم در این حس با من شریکه. قبل از اینی که درباره این چیزی گفته بشه و مثلا یا توی مد شهرت پیدا کنه، وقتی اینو دیدیم احساس کردیم یک اتفاق بزرگه. و بعد یه حس تأسف باری که دارم اینه که چقدر خوانش ما از این ضعیفه. یعنی این اتفاق اگه مثلا فرض میگیریم توی نمیدونم کجا، اگه توی فرانسه افتاده بود، از دل این اصلا هزار تو تا اونو با نقاشی، تو اینو با یه نقاشی سالوادور دالی داره. آره دقیقاً. یعنی ما نتونستیم، ما اینجا توی این درد واقعا که ما بستر لازم برای یک خوانش درست حسابی از این نداریم. حسی ایجاد میکنه بدون اینکه هیچ نفع مادی پشتش باشه، هیچ چیزی دیگه پیشش باشه، بجز اینکه حسی جدید ایجاد شده، یه چیزی دیگه به دنیا اضافه شده. این سنگ ابزارش جای دیگه است، ولی اومده رو درخت یک دفعه اتفاق هنری افتاده. سنگ که دیگه عملاً یه فرم داره دیگه، یه فرم خیلی پیچیده، یا اون عرابه طور یه فرم خیلی پیچیده. ما شخص گوچی گفت تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشاکنان بستان. و واقعا این چیه؟ این مثلا به جز هیچ چی نمیتونه باشه. میگم این هنر اینه. واقعا تو توضیحش اگه آدم عاجز بمونه انگار این توضیحشه. واقعا نمونه. آره میشه به یه هنر مثلا باغ سنگی. سنگی. باغ سنگی نمونه تصویریش باغ سنگی. ولی ببینیم اون برام من خیلی دوست دارم. این که هر درخت رو میشه دید خیلی برام جالبه. یعنی هم کلشون. آره. و این که کل این درخت‌ها هم یه حالتی، اون یه میزانی بخواین نخوای اون مثل پیشنماز شده دیگه. قبره مثل پیشنماز این مزرعه شده. آره. آفرین. باریکلا. یه نمازی دارن جماعت وایسادن. آره حالا جماعت دارن به قوله تو شعراشون هست درختان نمازشان را شکسته میخوانند. خاطر از چند شکسته تو برف. جدی درختان نمازشان را شکسته. خیلی قشنگ. این مال پرویز شاپوره. یکی از کاریکاتورهای پرویز که مثلا زمانی که برف شکسته میگه نمازشون رو شکسته میخوان. مهم اینه که این اتفاق افتاده. اصلا من میگم به هر دلیل. میگم به هر دلیل. فقط حقیر کردن ارزش اینه. اصلا علت مهم نیست. مهم به خاطر همین که میگم مؤلف مرده است والله این دیگه واقعا یعنی اینکه بعضی موقع شعر رو توضیح نده. داستان نده. نمیدونم این است شده. پنداری شده. این چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار صنع حیرانی. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. سپاس. این شبیه ترین جاییه که به مجموع شعر 70 سنگ قبره. و منم یاد این شعری میافتم که میگه کهکشان خاطره ای از غروب خورشید ندارد. دلم میخواد 2 تا شعر کوتاه از شعرهای قدیمی خودم بکنم. یکیش اینه، میگه حماسه که مدفون شد ساختیم با خیال تندیسش، در هم شکست ما هم شکستیم، به مسند نشست تلخی تاریخ. یه شعر کوتاه دیگه هم اینه که از کنارش نمیگذریم
بی آن که تخت پاره‌ای، بی آن که آواز دریایی مردی ماهیگیر، از کنارش که میگذریم هوامان شرجیست. تو عکسام همش فکر می‌کنم قبر خیلی باشه این جزء جاله، ولی از نه جلو که اومدن نه پیش نماز شده. آره پیش نماز شده. نه اصلا مهم نیست ولی میتونستم بافتشو بافت همه تری بسازم. زورمو زدم که یه خانشی بکنم خوشم بیاد. ها. واسه همین گفتم از یه پیش نمازی رو نه حالا حتی میگم جا شد. اتفاقا من موافقم قبل کم جا باشه ولی آره، میگم بافتش میشد یه خورده. من از محلش خوشم اومد. آره محلش آره بافتشو میتونستم. بسیار عالی است، حتی است، ولی این که بیای